لیتس گو. خب بچه ها اولی گل زلاتان ابراهیموویچه. بریم ببینیم چه گلی میزنه که اینقدر. زلاتان رو دارم میبینم. از چه فاصله ای گل رو میزنه زلاتان. ابراهیم هویچ موندی تو معلمون گل خفیسه. گل 19 مثل این که برای لیونل مسیه. مسی زمین کشی که امسال تو اینتر میامی میزنه. اوه بازی با قبلناش مونه میزنه. من درست رونالدو فانا ولی باز مسی ضربه کشی فوق العاده عالی میزنه. به مسی فانا توهین نمیکنن. گل بعدی توسط کی بود؟ نفهمیدم. سام بکشد. او عقربی زیتا گل چه گلی زد. بازیکن آرسنال قشنگ از نزدیک چه گلی زد. توشکش هم گرفت. رونالدو تو یوونتوسه. چی؟ آها رونالدو. اینجا این خیلی معروفه. فقط از این زاویه برعکس نبود این گل. رونالدو میپره خیلی 2 متر رو چقدر 2 متر فیکس 2 متر میپره. و این چه میزنه. در مورد گلش خندیدن. وین رونی که اصلا از لباسش خوشم نیومد. چه گلی. فقط قشنگ بود ولی در اصلا اومد جلو. اصلا لباسش و اینجای دستش خوشم نیومد. گل تو فیفا چیه؟ خب گل بعدی بازی شروع شد. دقیقه 3 ثانیه 3 ایران و آرژانتین. ثانیه 11 گل. ثانیه 11 نیمار. آها این گل من دیدم الان مصدوم میشه. آها این گل من دیده بودم. نیمار جونیور میزنه گلو و همون دقیقه مصدوم میشه بازی میره بیرون. این گل برای قبل دیوید بکام گلو میزنه. مثل اینکه دیوید بکام هولز بکام میشوته. ببینیم چی شد. بکام قرمز گرفت. کارت قرمز گرفت. عجیب قرمز گرفت. ببینیم چه گلی. ببینیم چه گلی میزنه دیوید بکام. یا دیگه نشون بده. نشون نمیده. گل خوشگلی زده. این همین مربی است. این دیگه چی؟ این گل. خب گل بعدی برای فکر کنم دیماریا یا نیمار یا دیماریا سانتو میکشه. مثل اینکه سانتو میکشه مستقیم میره تو دروازه از کورنر. ماشاءالله دیماریا مستقیم از کورنر گل میزنه. خورد به سر بازیکنو برخورد کرد. چقدر ناراحتم. دقیقه نمیدونم چند 1-1 گل 12. این سری چه میزنه. میپره میزنه. این زیادی خفن نبود. این چه چه فاصله زد. کی زد اصلا؟ چه تیمی زد؟ آها اصلا من همچی باز مسی زد. ادیت زلاتان ابراهیموویچ. زلاتان توی دروازه نه همه رو رد میکنه. چه گلی میزنه. آخرش سرتوب میزنه. 2 تا گلمون رو زلاتان ابراهیموویچ زده. همون هویج خودم همه رو دیری میکنه. یه سرتوب میزنه و توی دروازه به همین راحتی. این گل که همه تون میشناسید. گل روبرتو کارلوسه. اینا همه تون میشناسید دیگه. این که اصلا ریاکت نمیخواد. چه گلی. این اصلا ریاکت نمیخواد. اینا همه تون میدونید دیگه چی به چی. چه کاری هم بگیره رونالدو. این گل وین رونی گل قیچی برگردون وین رونی. چه گلی میزنه وین رونی و خوشحالی فرگوسن. بازی تازه میخواد شروع میشه. 0-0 دقیقه 94.
چه سوتی داد دروازه‌بان چه سوتی داد، نگاه کنید. ولش میکرد بهتر بود. چه سوتی داد. کیه؟ خب چی شوتو زد؟ اصلا نفهمیدم کی شوتو زد. مردم رو آشکار می‌ریزن. شوتو بلند دیگه میفرستن و مستقیم میره تو دروازه‌بان گلو میزنه. چه گلی! برزیل. شارما گرت بیل. نه گرت بیل تو یونایتد 4مین گل. این گل دیده بودم توسط کی زده شده بود؟ هم بازیکن. آره این گل زیاد دیده بودم. آره این گل خیلی زیاد دیده بودم. گل محمد صلاح، لویجی بوفون، رونالدو. گلی که رونالدو به بوفون زد. اینو همه میدونیم. رونالدو گلی که به بوفون میزنه بهترین گلی که تا به عمرم دیدم. اینجا اول شوتو میزنه ولی گل نمیشه. نمیشه. گل محمد بود. گل محمد رو نشون نداد. آینه زیتا شد. سرعتی رفت آدم نفهمید چی شد. نه زیتا نشد. اصلا اون گل نیست. 3 نفر منچستر سیتی دیگه که هست. 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر رو اینجا رد تو دروازه چه زاویه‌ای زد. بازی سوئد و انگلیس. زلاتان ابراهیم هویج برای بار سوم داریم می‌بینیمش کشه میزنه. گل زلاتان ابراهیم هویج. دروازه‌بان انگلیس کی بود؟ کی زد؟ نفهمیدم. دوباره سوتی بکنم. این گل زلاتان ابراهیم هویج. آره دوباره 4 تا ابراهیم هویج دیگه بچه. 4 تا گل قیچی برگردونش از راه خیلی فاصله خیلی دور. خیلی خوب بچه ها، خیلی ممنون که می‌دونید. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.